خیلی عالی بوده که این دوستان انشالله با رقابت خیلی خوبشون بتونن راهیابی پیدا کنن به تیم ملی انجمن ملی گلف. در مسابقات کشوری مینی گلف که به مناسبت هفته اصفهان و گرامی داشته 1100 شهید ورزشکار در استان اصفهان برگزار شد شرکت کردیم. از اینکه مسابقات قهرمانی کشوری مینی گلف در استان اصفهان انجام گرفته بسیار خرسندم. در مسابقات مینی گلف قهرمانی کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد شرکت کردیم. در بخش تیمی تونستیم مقام اول رو کسب کنیم. خیلی خوشحالم واقعا این جمعیت اینجا میبینم، خیلی حس خوبیه، دور همدیگه با این تورنمنت شرکت کردیم. خیلی ممنونم از کسایی که اومدن اینجا از شهرهای دیگه. میزبانی خوبی بود، مسابقات خوبی بود. سطح مسابقات خیلی خوب بود. تشکر از استان اصفهان بابت برگزاری همچین مسابقه‌ای. کیفیت مسابقات خدا رو شکر خیلی خوب بود. تشکر میکنم از کادر اجرایی. خیلی راضی هستم از سطح مسابقات، عالی برگزار شده. تشکر میکنم از تمام عزیزانی که در این مسابقات این محیط رو فراهم کردن برای همه کسایی که تونستن از سراسر کشور در این مسابقات با سطح بالا حضور پیدا کنن. خیلی تشکر میکنم از مسئولین اصفهان و مسئولین فدراسیون به خاطر برگزاری این مسابقات. سطح مسابقات خیلی عالی و خوب بود. در کمتر از 1.5 ماه شما شاهد این میزبانی هستید که 170 مینی گلفر، 50 نفر کادر اجرایی، 220 نفر به مدت تقریبا 6 روز مسابقات قهرمانی کشور مینی گلف برگزار شد. رویداد خیلی بزرگی بود در این موقعیت انجام شد و ما خیلی خوشحالیم که توانستیم یک میزبانی برای 24 استان کشور به 170 مینی گلفر کشور باشیم. امیدواریم فرایند برگزاری مسابقات به همین شکل با همین زیبایی با زحمت انجمن در استان‌های دیگه هم شکل بگیره.